و اگر کسی از مشرکان از تو امان خواست پناهش باش تا کلام خدا را بشنود. آنگاه در امنیت کامل او را به جای امن خویش برسان، زیرا آنها قومی نادانند. چگونه مشرکان را با خدا و پیامبرش پیمانی باشد مگر با آن کسانی که کنار مسجد الحرام پیمان بستید و تا زمانی که آنها بر عهد و پیمان خویش پای بندند شما نیز عهد نگهدار باشید، زیرا خداوند خویشتن‌داران پرهیزگار را دوست دارد. و چگونه حرمت پیمان نگاه دارند در حالی که اگر بر شما مسلط شوند به هیچ عهد و پیوند خویشاوندی وفا نکنند. با زبان شما را راضی نگه می دارند اما در دل انکار دارند، زیرا اکثر آنها قومی زشتکار و بدنیتند.